به نام خدا با سلام. به پایگاه قرآنی الکتاب.org خوش آمدید. سایت الکتاب پروژه‌ای است که از سال 85 با هدف جمع‌آوری منابع اسلامی با ساختاری متفاوت و با استفاده از روش‌های به‌روز نمایش اطلاعات آغاز شد. در اینجا چگونگی استفاده از برخی امکانات این پایگاه را برای شما توضیح مختصری می‌دهم. محور این پایگاه برای جمع‌آوری منابع اسلامی قرآن است. در این پایگاه هر سوره، آیه، کلمه یا ریشه در قرآن یک صفحه مجزا دارد که اطلاعات مربوط به آن را شامل می شود. برای شروع یک سوره را انتخاب می کنیم. این کار را می توانید از لیست سوره ها انجام بدهید که در اینجا یک جدولی هستش که سوره های قرآن رو نشون میده که میتونید به شکل‌های مختلف این سوره ها رو مرتب کنید بر اساس ترتیب نزول، بر اساس شماره کتابت، بر اساس تعداد آیات و بر اساس تعداد کلماتی که در اون سوره وجود داره و حتی بر اساس محل نزول. روش دیگر در صفحه اصلی سایت استفاده از لیست سوره ها به صورت عددی بر اساس شماره کتابت سوره هست. برای مثال اجازه بدید سوره بقره را انتخاب بکنیم. سوره بقره در حقیقت هر سوره در قرآن یک صفحه در این وبسایت داره که در صفحه مربوط به هر سوره لیست آیات اون سوره قرار داره، یک جدولی قرار داره که اطلاعات آماری در مورد اون سوره رو میده و همچنین توضیح مختصری راجع به بحثایی که در اون سوره شده و فضیلت اون سوره و اطلاعات دیگه که از تفسیر نمونه گرفته شده. همچنین کلمات اون سوره رو یک کره‌ای قرار دارن که بر اساس تعداد تکرار فونت بزرگتری برای اون کلمه در حقیقت در نظر گرفته شده. هر چقدر که فونت بزرگتری باشه اون کلمه بیشتر تکرار شده در اون سوره. بعد از این سطح وارد سطح آیه میشیم که برای مثال اجازه بدید آیه 2 سوره بقره رو انتخاب بکنیم. هر آیه همونجور که گفتم یک صفحه مربوط به خودش رو داره که با ترجمه های مختلف شروع میشه. ترجمه که میتونید با کلیک روی هر کدوم از مترجم در حقیقت به اون ترجمه دسترسی داشته باشید. معنی کلمات و عبارات هستش و آیات مرتبط با اون آیه هستش. این آیات مرتبط از تفسیر ابن کثیر گرفته شده که لزوما لیست کاملی از آیات مرتبط با این آیه نیست، ولی یک لیست حدودی هستش که قابل استفاده است و در طول زمان این لیست کامل تر خواهد شد. بعد تفسیر اون آیه هستش که در حال حاضر تفسیر المیزان و نمونه قرار داده شده و تفسیر تسنیم و نور هم به زودی قرار داده میشه و با کلیک روی این لینک ها میتونید به در حقیقت صفحه مربوط به تفسیر این آیه رجوع کنید. نکات آیه از تفسیر راهنما هست، نکاتی که این آیه شاملش میشه و همچنین موضوعاتی که این آیه در مورد اون موضوعات صحبت میکنه. همچنین در پایین صفحه این موضوعات به صورت یک لینک قرار داده شدن که اگر روی اون لینک کلیک بکنین، مثلا موضوع حقانیت قرآن، اگر روی این لینک کلیک بکنین لیست تمام آیاتی که راجع به این موضوع صحبت شده در مورد این موضوع صحبت شده رو براتون میاره. بنابراین اگر یکی از این آیه ها رو انتخاب بکنید میبینید که راجع به در حقیقت حقانیت قرآن اینجا در مورد توی این آیه یه ارتباطی با این موضوع وجود داره. بنابراین میتونید تمام آیاتی که راجع به یه موضوع خاص هستند رو به این شکل پیدا بکنید. بعد برگردیم. بعد در سطح بعدی کلمه هستش که اگه شما در صفحه آیه روی هر کلمه‌ای که در حقیقت در اون آیه وجود داره کلیک بکنید به صفحه مربوط به اون کلمه میرید. در این صفحه ریشه کلمه با تعداد تکرارش در قرآن ذکر شده و بعد معنی و مفهوم اون کلمه از تفسیر نمونه استخراج شده و اینجا قرار داده شده که البته برای همه کلمات هنوز
وجود نداره و در حال اضافه شدن به سایت هستش. همچنین آیات شامل این کلمه رو میتونید تمام آیاتی که این کلمه رو شامل میشه رو میتونید روی این لینک کلیک کنید و همه آیات رو ببینید. برای مثال به این شکل. و اگه رو هر کدوم از این در حقیقت آیه ها کلیک بکنید میبینید که کلمه الکتاب حتما در اونش تکرار شده. در حقیقت تمام این آیاتی که کلمه الکتاب رو دارن به این صفحه یه لینک دارن که با کلیک روی کلمه میتونید وارد اون صفحه بشید و مفهوم اون کلمه رو از لحاظ تفسیری ببینید. در سطح بعدی میتونید روی ریشه اون کلمه کلیک کنید و وارد صفحه ریشه بشید. تعداد تکرار در قرآن اومده و همچنین تمام کلماتی که در قرآن از این ریشه مشتق شده و تعداد تکرار اون کلمات در قرآن. تمام این محاسبات هم بر اساس در حقیقت به صورت کامپیوتری انجام شده و خیلی تا جایی که حالا امکان داشته فکر میکنیم که دقیق هست. لیست کلمات مشتق شده که اینجا هستش رو میتونید روی این لینک کلیک کنید و به صورت لینک ببینید اون کلمات رو، طوری که بتونید با کلیک روی اون لینک وارد صفحه مربوط به اون کلمه بشید و بتونید حتی آیاتی که اون کلمه رو در حقیقت درون خودشون دارن رو با کلیک کردن روی این لینک روی آیات شامل این کلمه پیدا بکنید. این ساختار کلی این وبسایت هستش که در حال حاضر از سوره میتونید وارد آیه بشید، از آیه میتونید وارد کلمه بشید و از کلمه میتونید ریشه اون کلمه رو ببینید. اجازه بدید برگردیم صفحه اصلی سایت. برای دسترسی به آیه همچنین میتونید به یک آیه خاص همچنین میتونید از منوی سمت راست استفاده کنید. در حقیقت سوره رو انتخاب بکنید و بعد آیه که مورد نظر هست رو انتخاب بکنید و به اون صفحه برید آیه رو ببینید و برای رفتن به آیه بعدی یا قبلی میتونید دوباره از همون منو در این قسمت وارد آیه بعدی یا آیه قبلی بشین. در صفحه اصلی هم این در قسمت سمت چپ بیشتر کلمات قرآن که به تعداد قابل توجهی تکرار شدن این روی این کره وجود داره و هر کلمه‌ای که در حقیقت بیشتر تکرار شده با فونت بزرگتری نمایش داده شده. همچنین آیات منتخب که هر از چندگاهی این آیات عوض میشه اینجا وجود داره و همچنین لیست موضوعاتی که در این پایگاه وجود داره با بیشترین یعنی بیشترین تعداد آیاتی که راجع به اون موضوع صحبت کرده. میتونید با کلیک روی هر کدوم از این موضوعات وارد صفحه‌ای بشید که تمام آیاتی رو داره که راجع به این موضوع مثلا اینجا معاد جسمانی صحبت کرده و اگر وارد اون آیه بشید میتونید در نکات آیه ببینید که چرا این آیه با اون مفهوم ارتباط داره. قابلیت‌های دیگه سایت جستجوی کامل متن هستش. جستجوی کامل متن شما میتونید یک کلمه‌ای رو سرچ کنید، میبینید که تا حدی اوتو کامپلیشن هم داره و میتونه کلمه رو براتون کامل کنه و میتونید تقریبا تمام صفحاتی که اون کلمه درش اومده رو حتی بدون گذاشتن اعراب ببینید. همچنین نتایج از گوگل رو هم در زیر صفحه میتونید ببینید. جستجوی بعدی جستجوی ریشه هستش، بر اساس ریشه هستش که در این جستجو شما میتونید تعدادی از ریشه های که آیاتی رو که میخواید توی اون آیات کلماتی با این ریشه ها وجود داشته باشن ریشه ها رو بنویسید و اجرا کنید و تمام آیاتی رو بیایید که در حقیقت مثلا ریشه قومه و سرعت درون اون آیه ها تکرار شده آمده. برای مثال اینجا میبینید که به این شکل کار میکنه. همچنین میتونید خودتون به این شکل ریشه ها رو وارد کنید. این قابلیتی هستش که ریشه رو براتون کامل میکنه و بعد میتونید ریشه رو به این شکل انتخاب بکنید و بعد اجرای پرسجو کنید و ببینید که با ریشه ابده و همده این تعداد آیه 6 آیه وجود داره که
در حقیقت کلمه رو شامل میشن که از این دوتا ریشه مشتق شدن. همچنین میتونید از لیست در حقیقت موضوعات سایت رو جستجو کنید. لیست موضوعات با بیشترین عضو رو میتونید مثلا ببینید و با انتخاب هر کدوم از اون موضوعات میتونید تمام زیر موضوعات و بعد در حقیقت آیاتی که راجع برای مثال تشبیه امواج دریا صحبت کرده رو پیدا بکنید. جستجوی دیگه ای که وجود داره در سایت جستجوی معنایی هستش که در یک ویدیوی دیگه به تفصیل راجبش صحبت خواهم کرد. منابع این پایگاه تمام در حقیقت منابع از منابع تفسیری یا از در حقیقت از منابعی بوده که معتبر هستند و این پایگاه فقط با استفاده از یک برنامه کامپیوتری این منابع رو پردازش کرده و در این ساختار نمایش میده. بنابراین هیچ منبع یا هیچ موضوعی توسط افرادی که این وبسایت رو درست کردن نوشته نشده. متن قرآن هستش که از یک متن معتبر استفاده شده و بعد آیات مرتبط همونجور که گفتم از تفسیر ابن کثیر هست و موضوعات و نکات رایی از تفسیر راهنما هستش. اگر سوال یا پیشنهاد یا مشکلی در اون سایت دیدید میتونید با فرم تماس با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو به ما بیان کنید یا اگر همکاری میخواید داشته باشید به هر شکلی به ما اعلام کنید. خیلی ممنون و تشکر.